رأس باقی میمونه، همیشه اونجاست و کسایی که میان زیر مجموعش میشن به اون حتی از دایرکتور یا اونی که در رأس قرار گرفته نمیرسن و همیشه کامیشن‌ها رو اونی که در رأس قرار گرفته میگیره. کامیشن‌ها در بیزنس هایی که MLM هستن، همون مولتی لول مارکتینگ، به این معنی که اونا قانونی هستن در مقایسه با شرکت‌های پیرامید. اونا قانونی هستن، ولی توی بیزنس های MLM شما حتما باید ماهیانه یه پروداکتی رو تهیه بکنی که اصلا بتونی توی اون بیزنس بمونی. و یه تفاوت دیگهش که با بیزنس ما داره اینه که شما توی بیزنس های MLM دیرکت نمیشین و همیشه توی اون مرحله‌ای که هستین باقی میمونین، ولی توی بیزنس ما شما با تلاش و کوشش خودتون میتونین از منتورتون، از کوچتون میتونین رنکتون رو بالاتر ببرین.